چرا بعضی از آقازاده‌ها بر علیه حکومت پدر خود عمل می‌کنند با آنها برخورد نمی‌شود؟ مثال چه می‌شود که علیرضا بهشتی در دست قاتلین پدر خود می‌دهد و مواردی از این دست؟ خب این سوال اول برمیگرده به اینکه ما عبرت بگیریم که ما وقتی نسبت با کسی بزرگی داشتیم، فرزند کسی بزرگی بودیم، البته من پدرم آدم بزرگیه ولی کفاشه، هیچ وقت مثلا مسئولیت اینجوری نداشته. انقلاب که شده خونش و زندگیش و مغازش با هم رو هم رفته توی شهرستانی 50 متر بوده، هنوزم بعد 30 سال هنوز 50 متره. یعنی پدر من نه شهید بهشتی بوده، نه هاشمی بوده، نه شهید مطهری بوده، نه این بوده، نه اون بوده. مثال که میزنم برای اینکه عبرت بگیریم برای خودمون و نسل بعدمون. این که ما مدام به طبل این قضیه کوبیدیم که آقا نزدیک بودن به پیامبر برای کسی قداست نمیاره، برای اینکه اینایی که میگن ما نزدیک به امام بودیم هم روی این قضیه به عنوان نقطه قوت خودشون حساب نکنن، بلکه مسئولیت سنگین تری داره. این که گفته میشه نمیدونم بعضیا پسر این و پسر اونن، ما حساب افراد از پسراشون جدا میکنیم. زمان مجلس پنجم که این خانم فائزه هاشمی رأی اول آورد توی تهران، بعد چون می‌خواستن آقای ناطق نوری صدقه نخوره گفتن ناطق نوری نفر اوله، بعد می‌دونید که به دور دوم کشید دیگه. این دو نفر فقط رأی آوردن، بقیه‌اش کشید به دور دوم توی تهران. اون روز میگفتم که حرف من اون روز توی تریبون‌هایی بود، اگر این خانم دختر آقای هاشمی نبود رأی اینجوری می آورد. بعد که تو مجلس ششم محمد رضا خاتمی اینجوری رأی آورد، گفتم این اگه برادر رئیس جمهور نبود، نسبت‌ها یک بی‌عدالتی‌هایی ایجاد می‌کنه. از دو زاویه. بعضیا خودشون واقعا آدمای بزرگی ان، به تبع پدرانشون و برادرانشون و دیگران تحت تاثیر قرار میگیرن. بعضی آدما باور کنید خودشون آدمای بزرگی نیستن، چون پدرشون و برادرشون و کی و کی و کی این بوده. یک بخشش همین جریانی است که موسوم شده به آقازاده ها. واقعا بچه‌های آقای هاشمی اگر خودشون تنها بودن و از رانت پدرشون نبود، هیچ وقت نمیتونستن دختر و پسرشون انقدر تو قدرت و انقدر توی سازوکارها رشد کنن. این که حالا بچه‌های شهید بهشتی دوتاشون، همونی که استاد فلسفه است همونی که استاد علوم سیاسیه، کارشون در عاقبت به جای میرسه که مسعود رجوی و مریم آزودانلو میان دو نفری میگن ما هم سبزیم و از اینها ما بیانیه‌ای نمیشنویم. این مایه عبرت. منوط هم به اینم نمیشه. شما نگاه کنید مواضع پسر شهید مطهری، ایشون تو مجلس حزب اللهی اصولگراست. شما بیانیه 7 ماده‌ای نمیدونم چی که پریروز صادر کرده نمیدونم در مورد این قضایا، با وجودی که ارتش آماده باش نبوده، اگر یه وضعیتی مثل قضایای انتخاب مثل قضای روز عاشورا تو آمریکا پیش می اومد، کما که در 1370 در خرداد و تیر 1370 18 سال پیش در لس آنجلس یه سیاه‌پوستی رو پلیس داشت بازرسی بدنی میکرد، درگیر شدن، زدن کشتنش. یه کسی با دوربین ویدئوش از بالکن خونش اینو فیلم برداری کرده بود. این فیلم وقتی پخش شد سیاه‌پوستا ریختن توی خیابون و شلوغ شد لس آنجلس. بعد از اینکه لس آنجلس شلوغ شد، اول پلیس ایالتی نتونست جمع کنه، بعد دادن به پلیس فدرال FBI نتونست جمع کنه، دادن به گارد ملی هم نتونست جمع کنه. قضیه هم سیاسی نبود. نیروی زمینی لشکر 82 هوابرد وارد عمل کرد، نتونست کنترلش کنه و در نهایت کار رو دادن به مجموعه‌ای به نام سپاه تفنگداران دریایی آمریکا. با تانک و توپ اومدن توی خیابون تا تونستن لس آنجلس رو آروم کنن. یک سال قبلش در چین در 1369 در میدان تیانانمن تعداد بسیار زیادی کشته شد. یعنی دانشجوها شلوغ کردن تو میدان تیانانمن، 3200 نفر رو اینا به رگبار بستن، با گلوله‌های توپ و تانک کشتن جلو دوربین همه کشورها. این که شما در طول 5-6 ماه اخیر مدام از رسانه‌های غربی میشنوید که در ایران منتظر یک تیانانمن هستیم، یعنی چی؟ یعنی میگن که اینقدر شلوغ میکنیم، میگیم شعارهای بی‌پروا بدن تا آخر حکومت یه جایی اشتباهی کنه بزنه 200 نفر 500 نفر 1000 نفر رو بکشه. میدان تیانانمن پکن. یک سال بعدش لس آنجلس به وجود اومد. شما همین 4 سال پیش خاطرتون هست بهار 1184 در شهر پاریس وقتی این مشکلات تو فرانسه به وجود اومد، اول پلیس نتونست دادن دست ژاندارمری، نتونست دادن دست ارتش اومد 10200 تا خودرو آتش زدن مردم تو اون شلوغ پلوغی. امسال که همزمان با آشوب‌های توی تهران شما دیدید در ایالت سینکیانگ چین در شهر اورومچی مرکز ایالت سینکیانگ که شلوغ شد بین مسلمان‌ها و چینی‌ها 185 نفر کشته شد و شما هر شب برنامه رو می‌دیدید تانک تو خیابون‌ها بود. ما نه در دوره بعد از انتخابات نه تا روز عاشورا هیچ وقت شما ندیدید ارتش بیاد تو خیابون، هیچ وقت ندیدید سپاه تجهیزات نیروی زمینیشو بیاره تو خیابون. نیروی انتظامی بوده با بچهای بسیج. همین برای بچه‌ای که تو این تشکل‌های بسیج هستن یه یونیفرم پوشیدن چوب دادن دستشون.
خب این که شما ماشین آبپاش حرفه‌ای ببرید، شما خودتون فنی میخونید، برید محاسبه کنید اون ماشین، میدونید ماشینای آبپاشی که سیستمای ضد آشوب استفاده میکنن، ضد اختشاش، با ماشین آبپاشی که باهاش جای رو خاموش میکنن فرق میکنه. این ژیگلور دهانش رو جوری تنگ میبندن که آب تا 150 متر 200 متر هم پرتاب بشه، بعد با فشار زیاد این آب گاهی اوقات میخوره به بدن و سر و سینه اینا، سینه هاشون رو میشکنه. اینا قبلا تو پلیس ایران مطالعه شد که استفاده بشه، رسما اعلام شد خلاف شرعه. شوکرهای آنچنانی، نمیدونم این که شما واحدهای، یعنی اصلا محاسبه شد. یکی دو بار در قضایای قزوین و مشهد و عراق و اسلام شهر سال 70 71 و این مقدار شلوغ شد، با اسلحه رفتن تو خیابون. بعدن سیستم نشست مطالعه کرد که اینا کدوماش شرعیه کدوماش غیر شرعی، گذاشتن کنار. نهایتاً اونم چوب، تازه به اینا هم گفته شده مثلا به قسمت شونه بزنن، مثلا به پا بزنن. در صورتی که شما نگاه کنید توی آمریکا شلوغ میشه طرف رو، اینکه اینجوری اینجا آرنجشون رو میذارن، سادشون رو میذارن رو گردن طرف، زانوشون رو میذارن رو گردن طرف، میخوابونن، دستاشو میبندن، حرکت‌های وحشیانه که اون انجام میدن. تو دانشکده‌های پلیس دستورالعمل داره، قواعد داره، آیین‌نامه داره. سالها اینا برای اینا مطالعه میکنن، درس میخونن. فکر نکنید صرفا یه چوب گرفتن دست اومدن یه نیرو حرفه‌ای رو میذارن، بله یه جای خطا هم میکنه، اما حکومت قائل به این نیست که باید روبرو مردم به ایست زد و خورد کنه. با کمال تاسف اینا رو مردم نمیدونن که چه مصوباتی تو این زمینه وجود داره، حکومت کجا. فوری عکسی میگیرن ببینید این پلیس با باتوم اینجوری زد. خب نمیگه که در مقابل اونا چجوری پلیس رو میگیرن میزنن. همین فیلمایی که الان تو یوتیوب این ور اون ور هست، من روز عاشورا ببینید چجوری بچهای نیروی انتظامی که قرار بوده درگیر نشن اینا گرفتن، چجوری ضرب و شتم کردن بچهای نیروی انتظامی رو. خب توی چنین شرایطی قرار نیست سیستم برخورد کنه، قرار نیست مواجهه اینجوری صورت بده. این کارو انجام داده، نهایتاً از چیزی استفاده کرده به نام پلیس و بعد هم از بسیج که تو آمریکا مثلا میشه شبیه چیزی به نام گارد ملی اونا. ما دیگه بعدش نیرو زمینی نیاوردیم تو خیابون، تفنگداران دریایی رو نیاوردیم، ارتش رو نیاوردیم، اونو نیاوردیم، تانک نیاوردیم. همه کشورهای پیشرفته دنیا این کارو میکنن. استاندارد علمیمون تو دنیا بالا نیست. خودتون داره توی دانشگاه صنعتی کشور درس میخونید. تهش تو دانشکده خودروتون شما خیلی زور بزنید، مثلا همین پیکان و چراغاشو عوض کنید مثلا بشه چیز دیگه. پژو اونا رو بیارید، مثلا هنوزم دعواست که آقا این تو پمپ بنزین آتیش میگیره مشکلش چیه. خب کجاش ما تونستیم یه خودروی 100% ملی تولید کنیم؟ تو بهداشت درمان کدوم دانشکده پزشکی ما میتونه ادعا کنه ما استانداردمون از سطح جهان بالاتره؟ بریم هر کجای دیگه، تو محیط زیست، تو هر چیزی، یه جا ما استانداردمون از بقیه جاها بالاتره، امنیتمون از همه جای دنیا بهتره. نکته دومش هم اینه که نهادهای امنیتیمون کمترین توانو میذارن، چون مردم خودشون خوبن، نه اینکه نهادهای امنیتی ما خوبن. توی چنین شرایطی حقشه مثلا پسر شهید مطهری بلند شه هر روز بیانیه بده جامعه رو امنیتی کردید. اونها پروژه دارن تو سازمان ملل به نام SSR، وقتی یه حکومتی فضای جامعه‌شو امنیتی میکنه قطعنامه تصویب میکنن، سکیوریتی سکتور رفرم اسمش. مبتنی بر این توی شورای امنیت قطعنامه تصویب میکنن. اگه فردا دیدید مبتنی بر SSR 2 سال دیگه 5 سال دیگه قطعنامه تصویب شد، استناد کردن به حرف این آقای علی مطهری، تعجب نکنید. چپ میره راست میاد نامه میزنه جامعه رو امنیتی کردید. بنده خدا تو کدوم تئوری امنیتی رو میدونی؟ چند تا مکتب امنیتی میدونی؟ میدونی مکاتب امنیتی چی ان؟ میدونی سازوکارهای کنترل اختشاش و آشوب یعنی چی؟ چند بار تا حالا اس برده از مسئولین دستگاه نظامی انتظامی و غیره که اینا اس برده، یعنی تو بیانیه‌اش نگاه کنید همین علی مطهری که اینا نمیدونم فضای جامعه رو عوضی که بیای از اینا تشکر کنی که با حداقل مشکلات. میدونید در قضایای آشوب‌های بعد از انتخابات 70% 36 نفری که کشته شدن بچهای بسیج و نیرو انتظامی بودن. کجای دنیا آشوب میشه بیشتر تلفات مال بچه‌های سیستم حکومتیه؟ عوضی بیاد اینا رو ببینه، میاد حرفای روشنفکری میزنه تو اینکه نه نمیدونم فضای جامعه رو امنیتی کردید. حرف دومش چیه؟ اینی که هی توهم کودتای مخملی و براندازی نر. شما نگاه کنید تمام دستگاه نظامی انتظامی امنیتی اسناد و مدارک رو کردن، تمام مستنداتش اعلام شده، بارها اومدیم گفتیم، باز مثلا این آدم تو مجلس بلند میشه فضای روشنفکری رو باب میکنه. خدا وکیلی اگه آقای علی مطهری به خاطر اینکه پسر شهید مطهری نبود، خدا وکیلی تو حکومت اینقدر میتونست بالا بیاد. خب ولی نگاه کنید اون پسر شهید بهشتی، اون پسرای دخترای هاشمی، این پسر شهید مطهری، یک مصیبته که آقا بعضیا خودشون هیچی نیستن، بقیه هم هستن ها. خیلی آدما
الان تو مجلس شما 2 تا برادر و 2 تا شهید بزرگ دارید که نایب رئیسای مجلسن، برادر شهید باهنر و برادر شهید ابوترابی. باور کنید این دوستان هم اگر بیرون از رانت برادرشون بود انقدر قدرت، انقدر نمیتونستن تو حکومت جلو برن. یه نکته است، این نکته است در جامعه شناسی سیاسی که افراد خودشون رو باید دید. یعنی وقتی خود اینا رو میبینید نباید به خاطر برادرشون، پدرشون و موارد دیگه. مثالی که زدم تو این بحث آشوب ها و اینها برای اینکه ببینید واقعا کشور تونسته با بالاترین استانداردها تو 7 ماه التهاب و آشوب آرام همه چیز نگه داره، بیشترین تلفات مال خود سیستم باشه. اون موقع مثلا ایشون بلند میشه تو مجلس نامه میزنه که شما فضا رو امنیتی کردید. این شما کیه؟ شما تو این حکومت جزء این شما نیستی؟ شما یک سخنران دانشگاهی و یک آدم ژورنالیست بیرون حکومتی. حکومت تو شورای امنیت ملیش تصمیم گرفته اینجوری عمل کنه. شما خودتو بیرون میگیری، عادت کردید تو فضای مجلس حرف روشن فکری میزنید. از کجا میاد این حرفا؟ شما میگی آقا توهم انقلاب مخملی. من دیروز تو دانشگاه تهران هشدار دادم به ایشون، گفتم که هر کجا ایشون بیاد مناظره میکنیم، ایشون مستنداتشو بیاره که کودتای مخملی و انقلاب مخملی و براندازی نرم نبوده، منم میارم، سرم مستنداتونو بیاریم. تو هر دانشگاهی که ایشون اومد ایشون بفرماد فضای جامعه ما امنیتی شده، معیارهاش، مکاتب امنیتی، تئوری‌ها، نظریه‌ها، روش‌های امنیتی و سازوکارهای ورود دستگاه امنیتی رو توضیح بده، بگه آقا به این دلایل من میگم جامعه امنیتی است. ایشون دلایلشو بیاره، ادله علمی. بنده هم ادله علمی میارم که اتفاقا جامعه ما غیر امنیتی ترین جامعه جهانه. حتی از سوئیسی که اینقدر ضریب امنیتیش بالاست، ما غیر امنیتی تریم. امروز هم دارم اینجا میگم ما بدبختیمون سر اینه که این چون علی مطهری کسی نمیشناسه، کدوم ویژگی علمی ایشون، کدوم کتاب ایشون، کدوم قدرت مدیریتی ایشون. علی مطهری که میشناسیم صرف کتابای شهید مطهریه، مؤسسه‌ای بوده که کتاب شهید مطهری رو تدوین میکنن، بزرگی پدرشون. بچهای شهید بهشتی هم همینه. بچهای شهید بهشتی نه اونی که فلسفه میدونه خیلی چهره ویژگی توی علم، نه اونی که کار علوم سیاسی میکنه، تهش کتابای مثلا این افراد جامعه شناسی سیاسی غربو میگیرن ترجمه میکنن، همش مماشات سیستم هم بابت این بوده که پسر اینو پسر اونن، یا بچهای آیه هاشمی یا بقیه. به این خاطر این موارد بیشتر از اینکه مسئله سیاسی باشه مسئله اخلاقی برای خود ماست. مبادا خود ما هم در نسبت و انتسابامون همچین وضعیتی